با برند ایتالیایی گلدن گوز یا گلدن گوس اومدم. برند رو دوست دارین، خیلی از طراحیاش مورد پسندتونه، ولی خب همونجور که میدونین قیمت فوق العاده زیادی داره. داخل شهر ونیز ایتالیا تولید میشه و دلیل گرون بودنش استفاده از طلای 24 عیاره. و مدل این کفش اگر که نگاه کنید به فیلم و عکس‌ها، طراحی خاصشه. طراحی اون اینجوریه که کفش ها رو کثیف یا کهنه نشون میده. البته همینم باعث شده که خیلی از کاربرا بیان اعتراض کنن که کدوم کارگری هستش که میتونه این کفشای چند صد دلاری رو بخره. و خود این برند هم گفته که امروزه در امریکا خیلی از مردم فقیرن. ما تونستیم با جرأت فقر رو نشون بدیم و ظاهر کهنه و کثیف اولویت کارمون قرار بدیم. البته بالنسیاگا هم یک مقدار از این روش استفاده کرده و لباسایی که قابل پوشیدن نیست رو داره با قیمت بالایی میفروشه. بود